سلام خوبین؟ من بعد از یه غیبت خیلی طولانی برگشتم و امروز میخوام شما رو ببرم به یکی از بزرگترین فروشگاه‌های لوازم خونگی توی آمریکا. اسمش هم هست نبراسکا فرنیچر مارت. این فروشگاه توی کل آمریکا کلاً 4 تا شعبه فعال بیشتر نداره. یه شعبه دیگه‌ش هم توی سال 2026 قراره که توی ایالت تگزاس افتتاح بشه. این شعبه‌ای هم که امروز آوردمتون توی شهر اوماها هستش و در واقع اولین و اصلی ترین شعبه این فروشگاهه که در سال 1937 توسط یه خانومی که مهاجر بودن از روسیه به اسم روز بلامکین ساخته شده. این فروشگاه 2 تا سالن خیلی بزرگ داره که جدا از هم هستش. یکیش همینه که الان ما داخلشیم. اولش هم با وسایل مخصوص آفیس یا همون اتاق کار شروع میشه، مثل میز و صندلی و دکوریای اتاق کار. بعد وارد قسمت‌های آشپزخونه و وسایل خونه میشه. چقدر تابلوهاش خوشگله. خرابش کرده. مادرش میشه که خرابش کرده. اولش فکر میکردم تمام وسایلی که تو این فروشگاه هستش قیمتش باید خیلی بالا باشه، ولی وقتی که همه چی رو نگاه میکردم با جاهای دیگه مقایسه میکردم، با حالا مبلمان فروشیای دیگه و جاهای دیگه که وسایل خونه دارن، دیدم که نسبت به هر جای دیگه هم کیفیتش بالاتره، هم قیمتایی که داره به نسبت خیلی پایینتر و مناسبتره. انقدر همه وسایلش تنوع داشت، مخصوصا وسایل دکوریش. میتونستی تو این دکوریاش یه سری چیزایی رو پیدا بکنی که خیلی خاص و شیکن، در عین حالم قیمتشون مناسبه و اینکه جاهای دیگه هم قطعا نمیتونستی اونا رو پیدا بکنی. من خودم از این مهرهای شطرنجش خیلی خوشم اومد. به نظرم برای چیدن توی کتابخونه لابلای کتابا میتونه خیلی شیک باشه. نگاه چقدر خوشگله. 28. فرنیچر مثل شبابی. دقیقا من اونجا خیلی چیزاشو خوشم نمیاد، خیلی قدیمی و این قسمتش هم کلا وسایلی که تخفیف خورده بود گذاشته بودم. من از چند تا چیزش خوشم اومد، ولی انقدر که محو همه وسایل شده بودم یادم رفت موقع برگشتم بیام اون چیزایی که میخوام و بردارم. بهتر همون اول که میرید هر چیزی که میخواید بردارید، بعد دیگه انقدر چیزای متنوع و مختلف میبینید که اصلا یادتون میره. اینجا هم دیگه از قسمت آفیس و وسایلاش و دکوریاش اومدیم بیرون، داریم میریم قسمتی که همه وسایل آشپزخونه یا یه سری وسایل الکترونیکیه. این چیه؟ ها؟ اجاق گازو. یه کار خیلی جالبی که کرده بودن، اومده بودن از هر برندی که وسایل آشپزخونه داشت یه سری محصولاتشو، آشپزخونه‌های کوچیک کوچیک درست کرده بودن، محصولات رو تو اون آشپزخونه گذاشته بودن، دیزاین کرده بودن. وقتی که شما وارد می‌شدی میتونستی تمام محصولات اون برند رو توی فضای آشپزخونه ببینی. چیزی هم که دارید می‌بینید بهش میگن واین هولدر. میتونید شیشه‌های شرابتون رو بذارید داخل اونو خنک نگه دارین. اینجا هم فقط فرای دیواریشو گذاشته بود از برندهای مختلف با قیمت‌های متفاوت و چندین مدل مختلف.
چقدر این چیه؟ ها؟ چرا اینجا یخچال فریزر جدا داره؟ آرون داره میره باز کنه. اینجا هم چندین مدل هود صنعتی و خونگی بود با قیمت‌های متفاوت، ولی جالبیش برای من اینجاست که توی خونه‌های آمریکایی شما اصلا هود نمی‌بینید. معمولاً بالای اجاق گاز فقط مایکروویو نصب می‌کنن که حالا اون مایکروویو خودش هواکش هم داره. اینجا هم یه فضای نسبتاً کوچیکی بود که اختصاص داده بودن به کامپیوترها و لپتاپ‌ها با وسایل‌های جانبیشون. تقریباً از همه برندها محصول داشت و میتونستی وایسی با همه کامپیوترها کار بکنی. اطلاعات کامل کامپیوترها هم کنارش نوشته شده بود با قیمتشون. کلی هم لوازم جانبی مثل موس و کیبورد و هدفون داشت. حتی چندین مدل از کامپیوترهای گیمینگش هم با تجهیزات کامل مثل میز و صندلی و حالا کیبورد و موس مخصوص گیمینگ اومده بودن. یه سری چیدمان انجام داده بودن که میتونستی بشینی ببینی مثلا این تجهیزات چیه و امتحان بکنی، اگر دوست داشتی همه رو با هم بخری. تقریبا تا الان من هرچی ماشین لباسشویی خوشکن دیدم تو خونه‌های آمریکایی همه سایزاشون خیلی بزرگ بوده. یعنی حتی میتونید تو این ماشین لباسشویی‌ها پتو هم بشورید. بعضیاشون هم مثل این مدل پایینش کشو داره. میتونید وسایل شوینده، نرم کننده، مایع لباسشویی همه رو بذارید داخل این کشو که دیگه احتیاج به کابینت جدا نداشته باشه. برند اسمک برند مورد علاقه منه. طراحی خیلی خاص و شیکی داره ولی نمیتونی با وسایل دیگه ستش بکنی. مثلا اگر از برندهای دیگه وسیله آشپزخونه داشته باشی نمیتونی با این ستش کنی، خیلی با هم همخونی نداره. البته این نظر منه، به خاطر همینم من چای سازشو با قهوه سازشو خیلی دوست دارم، حتی خمیرگیرشو، دستگاه خمیرگیرشو. ولی خب بقیه وسایل آشپزخونم از برندهای دیگه حس میکنم که به هم نمیان. آرون اونور چی داره؟ اونور چی داره؟ اینجا باشه امتیاز میگه اینجا دو امتیاز اینجا سه امتیاز اینجا بایسته. چیه؟ نه وزنه یه رو هرچی ست کنی همون قد برمیداری. آرون دوست داری اینو؟ اینجا هم چند ردیف قفسه بودش پر از اسباب بازی‌ها و عروسک‌های مختلف برای رده سنی متفاوت. چند تا ماشین هم داشتش، هم مدل دخترونه هم پسرونه. بچه‌ها میشستن توش و امتحان میکردن. این ماشینی هم که آرون نشسته بود توش داشت بازی میکردن برای فروشگاه بود و بچه‌ها باش بازی میکردن، برای فروش نبود.
خیلی دوست دارم یه گرامافون توی خونه داشته باشم، ولی حالا این مدل‌ها رو خیلی دوست ندارم. بیشتر اون طرح‌های قدیمیشو خوشم میاد. حالا این طرحش بد نیست، ولی باید به فضای خونم بیاد. من فضایی توی خونه ندارم که این شکلی باشه. این 2 تا محصول از برند بیلینگ خیلی محصولای خوب و کاربردی ان. اولی زنگ دره که دوربین داره و به گوشیتون وصل میشه. اگه کسی بیاد دم در خونه زنگ بزنه میتونید چک بکنید که کی بوده. دومی هم دوربینه، میتونید اطراف خونه‌تون نصب بکنید، به گوشیتون وصل میشه و از طریق گوشی میتونید همه دوربینا رو چک بکنید. الان چی داریم؟ الان چی داریم؟ بابا داریم. آره پیشی نکنه من. این چه کاریه میکنی؟ خب ما بعد از اینکه ناهار خوردیم از اون سالن اومدیم بیرون و اومدیم داخل این سالن. این سالن هم جزو همون فروشگاه‌های نبراسکا فرنیچر مارت، فقط اینکه سالن‌ها جدا از همن. اینجا یه سری محصولات داره که داخل اون سالن نیستش. اولش هم با یه سری وسایل چینی و پذیرایی شروع شد، بعد کم کم وارد قسمت مبلمانش میشیم. من خیلی از این سبک ظرفای سرامیکی خوشم میاد. اینجا هم مدل‌های خیلی قشنگی داشت. فقط ایرادی که هست اینجا تمام پک‌ها 4 نفر است. مثلا مثل ایران پک‌ها 6 نفره نیستش. یا باید 4 نفرش رو بگیری، یا اینکه مثلا اگه بخوای تعداد بیشتر داشته باشی باید 2 تا پک بگیری. حالا بعداً به احتمال زیاد برگردم 2 تا پک بگیرم. یکی از چیزایی که توی خونه آمریکایی‌ها خیلی به چشم میخوره همین آباژورهای پای کوتاه و پای بلنده که نور تقریبا کمی هم داره. یه فضای خیلی کوزی ایجاد میکنه. یه چیز دیگه که آمریکایی‌ها خیلی بهش علاقه دارن و تو همه خونه‌ها میبینی این پنکه سقفیاست که من ازش متنفرم. خب رسیدیم به جذاب‌ترین قسمت این فروشگاه. البته همه قسمتاش خیلی جذابه. من همه قسمت‌ها رو دوست دارم، ولی خب این قسمت مبلمان رو بیشتر خوشم میاد. همین که تنوع خیلی بالایی داشت، هم جنس محصولاتش فوق‌العاده عالی بود، تنوعش نسبت به جاهای دیگه خیلی بیشتر بود. من این تنوع رو تو فروشگاه‌های دیگه ندیدم. ولی یه نکته‌ای که داره اینه که اگر بخواید طرح‌هاش رو نسبت به طرح‌هایی که داخل ایران مقایسه بکنید خیلی با هم متفاوته. کلاً سبک لوازم خونگی توی آمریکا، سبک مبلمانش خیلی متفاوت با چیزی هستش که ما توی ایران میپسندیم. ولی من سبک کاراشون رو خیلی دوست دارم. و چیزی که براشون به نظرم خیلی مهمه تو ساخت مبلمان یا در واقع اولویتشونه این که اون مبلمان خیلی باید راحت باشه و در وهله دوم باید جنس خیلی خوبی داشته باشه. حالا بعد بحث تنوع میاد وسط، ولی بازم به نظر من ممکنه شما مثلا این طرح‌ها رو ببینید بگید خیلی با هم تفاوتی نداره، بیشتر سبک مثلا مبلای راحتیه. ولی من خودم این سبک‌ها رو خیلی دوست دارم و ترجیح میدم توی خونه بیشتر این سبک استفاده بشه تا مثلا یه سری مدل‌ها بود داخل ایران مبلمان سلطنتی که من خیلی از این سبک مبلمان سلطنتی بدم میومد. آرون 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 نه 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 بیا پایین ببینم. وای چقدر راحت این، نه اصلا خیلی خوبه. قیمتش یعنی یه جوری اینا راحتن و آدم اصلا دلش بخواد یه دونه از اینا بذاره وسط ها، بعد یه تلویزیونم جلوش قشنگ لم بده فیلم ببینه. فقط اون نزدیک 800 خورده ایه، این نزدیک 600.
اینجا هم دیگه ما اومدیم طبقه پایین. این طبقه کلا سرویس خوابه با وسایل داخل اتاق. وسایل و تجهیزات کامل برای اتاق نوزاد، بچه‌ها، هر وسیله‌ای که فکر کنید برای اتاق احتیاجه یا حتی هر مدل دکوری که برای اتاق خواب خودتون یا اتاق خواب بچه‌ها بخواین کامل اینجا داشتش. برای قسمت اتاق نوزادم اومده بودن چند تا طراحی انجام داده بودن تو رنگ بندی‌ها و مدل‌های مختلف، مدل پسرونه و دخترونه و تو هر کدومشون از تجهیزات و وسایل مختلف با دکوری‌های متفاوت استفاده کرده بودن که میتونستی خیلی راحت برای اتاق نوزادتون ایده بگیرین. من خودم از این شلفش که تقریبا طرح درخته و حیوانای جنگل گذاشته بود روش خیلی خوشم اومد. به نظرم خیلی ایده قشنگه، البته با این سرویس خواب چوب. خب این ولاگم تموم شد. مثل همیشه اگر دوستش داشتین حتما برای دوستاتون بفرستین، مخصوصا اینکه یه مدت خیلی طولانی من فعالیت نکردم و این باعث شده که پیجم یکم افت بکنه، پس میتونید بهم کمک بکنید با ارسال این ولاگ برای دوستاتون. حتما لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو سابسکرایب ندارید حتما ساب کنید. فعلا خدافظ.